بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، امروز سکرده 2 روز یا 3 روز درباره طهارت ویران میکردگیش و نماز ویران میکردگی کارها گفته میگذارم، چون که تکرار شودگی تکرار زیانش نیست. برادر گفته که فذکر این ذکر تنفع المؤمنین، یعنی شما یادآوری کنید. البته یادآوری کردن برای مؤمن ها منفعتش های. گفته پروردگار مرحمت کردگی، برای همین گاه دانستگی ما ندانستگی ما های، عدد فراموش شدگی های، برای همین برای یک قطار اصلاح کردن همین چیزهای میگیم. یعنی انسان طهارتش کدام چیزها ویران میکند. یکمش برآمدن حاجت از پیش یا از قفا. حاجت برآمدن بس انسان طهارتش میشکند. رفته هم استنجا میکند، هم برآمده دست روی و سر پاچکش با میشوید، سرش مسکش پاچه میشوید. اگر از یک تا اعضایش فقط حاجت سبک باشد، گری فقط پیشه، حاجت وزن باشد سون حلشه سون بعد میشوید. اگر یک آدم از خواب خیست، اصلش دویم طهارت میشکستگی چیز انسان خواب رفتنش. خواب رفتو خیست سوی به طهارت شد و انسان اگر احتیاج به حاجت خانه باشد رفته حاجت کرده استنجا میکند. اگر حاجت خانه رفتن به احتیاج نباشد، گری دست روش شودگری، دست روی سر و پاچکش شودگری و با از دیگه طهارت کامل سام میشد. روزهای رمضان انده اینسا هم بده پیشین تا شام بگی تا خفتن حاجت سوی قلب نمیشد. هر وقتی دست رو مشتگی باشه مگری در آمده مستحب کردن سوی میگوییم استنجا کردن. اصلش استنجا کردن اگر احتیاج نباشد در آمدن شرط نه و یا همون استنجا علاوه حکمش میشد. اگر اونجا نداریم حاجت نشود، گری دست روی ما شویم، گری همون دست روی سر و پاچک ما به هوای سوی طهارت ما کامل سام میشد. و سیوم بازم طهارت ما میشکستگی چیز از بدن انسان خون و مثل خون ریم برآمدنش، این انسان سوی طهارتش میشکند، ناپاک میکند. از بدن ما اگه جوش برات قطعی نظر همینجا گوه به اعتبار میشیم. از ملک دندان ما خون برات به اعتبارش نمونده آمده کار. دهان سبی اعضای بیرنست میشد. ملک های دندان، از ملک دندان خون نماده گری ما باید از نو طهارت سازم. این چیزا ما میدونم، لیکن برای تکرار انسان هایی که سوی دندان هاشون بیمار است و ها اگر سختتر دندان شویندگری و ینده همون خون برای بسیارتر احتمال میشد. برای همه ها به لیله کم 3 بار آب گرفته دهانشون شویم کفایه. بعد لیله که ما سخت میشیم گفته خون برآورده باید تو مساوی موناندن ما پادشتمون نکردیم دیگه پایده نمیشنم. هم به همین خیل انسان های دندانشون دا بیمارش های همین خیل چیزها به اعتبار میشیم. از پاچکه ما برادم، از دیگه بدن ما برادم، همونجا همون برآمدگی خونه یا ریمه ششته پرتافتن ما فرض میشد. همونجا نشته نماز خواندن ما حساب نمیشد، نماز نمیشد. یک تا شرط نماز بیاد میگوییم با همونجا گفته بریم لباس ما پاک بدن از ناپاکی فرض میشد. برای همین به اعتبار میشیم انمون از ناپاک شدن. با چهارمش انسان دهنش پر را قید کردنش. همون قید طعام از آشغازان میبراید. برای همین آشغازان دستاوی و هضم شدگی حاجت سام میشد، خوب شدم هوای وقتی برآمده نشنده انسان ساوی ناپاک میکند، طهارتش میشکند.
یک کمک بر آمد و دهمن آمده گشته برفت. سوی دماغ ما سال تاخ شد و لیکن نبرآمد و آینده نمیشکند. لیکن قید پر شده و یا ما دوشت تونسته برآورده پتوی مگری دانم که و آینده سوی حالت ما شکستگی سو میشد. پنجمش یک لحظه باشدم از هوش رفتنش. همین چند سال به ارتباط میشیم، خواه در نمازنده خواه بیر نمازنده یک لحظه به هوش مگری سوی ما حالت ما شکستگی سو میشه. نماز نشدم که انتو یک باشدم خدا ما یک لحظه و گم کردم. سوی خدا ما اداره نتونستم. همه چیز سوی حالت ما شکستگی سو میشه است. از اعضای عورت مرد و زن سیوقی آب آمدنش همه چیزم انسان حالتش میشکند. آخرینش در نمازنده بلاغت بلستگی انسان توش برآورده خندیدنش هم نماز ویران میکند هم انسان سوی حالتش میشکند. اصلا خیلی خندشان نیست. مبادا انسان دیکن یک نفهمیده یک حالت خیالش اومد و خندیده موند. همون خندگیش یوننگ آدمش نبود و آدم نماز بیر انسان میشد. بر اومده رفته از نو تحولت کرده اومده جماعت باشد خوش میشد، جوان نباشد علاوه خش خونده میگیرد. دمک خنده در نمازنگی بلاغت برسه انسان خندش سو قهقه میگن. قهقه چه گفته گنده یوننگ انسان خش نبود. تبسم کرد یا پک کدو خداش نبود یوننگش نش نبود. تو چی نه یوننگی انسانش نبود. دمک ما دونیم که حالت ما شکسته حساب میشه است. همین چیزی با ما باید به اعتبار شیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.